سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا من فرباد هستم و خوش اومدید به چنل خودتون. آقا امروز اومدم بهتون آموزش رایگان دریافت AK47 یخی رو یاد بدم. از اونجایی که از تامنیل ویدیو تایتل ویدیو فهمیدین، این روش کاملا واقعی و با استفاده از ردیم کد انجام میشه. خیلی ها تو ویدیوهای قبلی اومده بودن گفته بودن که آقا این الکیه و این کداش کار نمیکنه و فلان اینا. بچه این ردیم کدایی که من بهتون میگم اینا یک بار مصرفن و از ردیم کدای یک بار مصرف انتظاری ندارید که 100 نفر بیان مثلا از یه ردیم کد استفاده کنن. نه، اینطوری نیست. یه ردیم کد برای یک نفر. هر هفته هم، هر یک ماه یا هر هفته این ردیم کداش تغییر میکنه. میتونید از این ردیم کدا استفاده کنید. و بخش دیگه این ردیم کدا شامل کلی چیزای خفن دیگه میشه، از گرفتن اک کرک تا گرفتن اسکین ویچواردن به صورت رایگان بدون زدن کریت دیگه. حالا جلوتر خودم تو عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه بهتون نشون میدم و آموزش رباتم میذارم براتون. بچه‌ها قول بدید اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ساب، لایک و کامنت برام بذارید، چون تنها دلیل حمایت شدنم ساب کردن و لایک کردن و کامنت گذاشتن شماه. و اگه دوست دارید از ویدیوهای جدید سریعتر با خبر بشین، زنگوله بغلم فعال کنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای من با خبر میشه. عشق منید. خب بریم برای ادامه آموزش. بچه‌ها از استفاده کردن این ربات تنها فقط میتونید از یک ردیم کد در هر چیز استفاده کنید. یعنی اگه شما گست متیکو انتخاب کردید فقط یک نفر از شما میتونه گست متیکو بگیره، که فکر کنم گست متیک هم ردیم کدش هر 2 ماه الی 3 ماه میاد، که چون واقعا هم هزینهش خیلی بالا و بخوایم به صورت رایگان بذاریم پولش در نمیاد. و اسکین ویچواردن و اینا که به صورت رایگان براتون میذاریم هر یه هفته یا هر یک ماه براتون با کدای جدید ارسال میشه داخل اون بات و میتونید شما از این کدا استفاده کنید و بهترین چیزا رو بگیرید. خب بچه اگه از این گیم پلی خوشتون اومده بود تو کامنت ها بگید و از بین کامنت های این ویدیو میخوام قرعه کشی کنم. معمولا هر کی بیشتر کامنت بذاره درصد احتمال بردنش خیلی بیشتر میشه و جایزه کامنت های این ویدیو 1 دونه DNS به اون طرف هست و میتونه به انتخاب خودش از کامپینگ یا وایرگارد هم استفاده کنه. بچه ها برای اینکه تو قرعه کشی بتونید برنده شید باید حتما کامنت بذارید و جوین چنل تلگراممون بشید که براتون داخل زیر کامنت های این ویدیو میذارم. حتما اونجا باشید که برنده رو اونجا اعلام میکنم. همونطور که گفتم برنده داخل چنل تلگرام اعلام میشه. و بچه ها من دیگه بیشتر از این نمیخوام داخل این ویدیو صحبت کنم. اگه بازم از این چیزا میخواین فقط کافیه زیر کامنت های این ویدیو بهم بگید تا من انرژی بگیرم و بیشتر از این ویدیو براتون بذارم. عشق منید. خب دیگه بچه ها حرفی سخنی چیزی نمونده، بریم سراغ آموزش. و قول بده اگه از آموزش خوشت اومد حتما پای این ویدیو یه لایک بکوبی، چنل رو ساب کنی، چون تنها راه حمایت از من لایک و کامنت های شماست. عشقای منید. تا این فینیشر تموم میشه من از شما خداحافظی میکنم. فعلا خدا نگهدار. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امروز اومدم بهتون آموزش گرفتن AK47 یخی از طریق بات رو بهتون یاد بدم. این لینک باته و اینکه میتونید از داخل کامنت ها که لینک بات پین شده بات رو دریافت کنید. بعد از اون میاین توی این کانال هایی که گذاشته عضو میشید. بعد عضو شدن رو میزنید، ربات استارت میخوره. بعد براتون یه صفحه باز میشه که کلی چیزای رایگان داخلشه. بعد مثلا ما الان با AK47 یخی کار داریم. AK47 یخی رو میزنیم، به ما میگه که برای استفاده از این ما به 2 امتیاز لازم داریم. هر کاربری که با لینک که فقط داخل همون بخش برای شما است وارد بشه 1 امتیاز به شما تعلق میگیره که امتیاز شما باید به 2 برسه تا بتونید. بعد وارد سایت خود رسمی خود اکتیویژن میشید، UID اکانتتون رو وارد میکنید، بعد همون ردیم کدی که داخل ربات به شما داده
اونم وارد میکنید. بعد این رمزی که برای که بفهمه شما ربات نیستین رو میزنید و سابمیت رو میزنید و از این طریق داخل بخش نامه های کالاف به شما اون چیزی که میخواین رو میگه. البته اینا یک بار مصرف هستن. خدا نگهدار.